تازه آیفون جدیدتون رو گرفتید و میخواید بیشترین استفاده رو از دوربینش ببرید. اول برید داخل ستینگ، بعد کامرا. اینجا پریزرو ستینگز اولین چیزیه که همیشه تغییرش میدیم. کارش اینه که وقتی دوباره اپ دوربین رو باز میکنید، همون تنظیمات قبلی که باش عکس گرفتید باقی میمونه. توی این بخش ما گزینه‌های زیر رو روشن میکنیم: کامرا مود، فوتوگرافیک استایل، کریتیو کنترلز، دپت کنترل، اکسپوژر ادجاستمنت، پورتریت زوم، پرو اند رزولوشن کنترل که مهمترین مورده و اپل پرورس. حالا برید پایینتر به بخش کامپوزیشن. ما همیشه گرید و لول رو روشن میکنیم تا راحت‌تر کادر رو تنظیم کنیم. اما گزینه ویو اوتساید د فریم رو خاموش میکنیم چون حواسمون رو از خود سوژه پرت میکنه. برای عکاسی با مدل‌های غیر پرو مثل آیفون 17 معمولی برید داخل فوتوگرافیک استایلز و یکی از پریست‌های امبر یا گولد رو انتخاب کنید. ترکیب مورد علاقه ما اینه: تون -50، کالر 20، پلت 100. وقتی تون رو تا -50 پایین میارید، خروجی خیلی طبیعی‌تر و زیباتر از حالت پیش‌فرض میشه. اما اگه آیفون پرو دارید و با حجم فایل‌های بزرگتر مشکلی ندارید، برید توی فرمت و گزینه‌های پرو و رزولوشن کنترل رو فعال کنید. بعد فرمت پرو فرمت رو روی JPEG XL لاسی بزنید. فریم ریت پیش‌فرض ما برای بیشتر ویدیو 4K و 30 فریم در ثانیه است و معمولاً گزینه HDR ویدیو رو روشن می‌کنیم چون خروجیش تا حدی مصنوعی به نظر می‌رسه. اگه سوال خاصی درباره تنظیمات دارید، حتما توی کامنت‌ها بنویسید تا جواب بدیم.